امروز متاسفانه اسلام دینی از همه نادرست فهمیده شده در دنیا می باشد. دینی که از همه زیاد تصورات نادرست دارد امروز دین اسلام است. و یکی از سببگاری اساسی این تصورات نادرست عاید این دین من میگویم وسایط اخبار عامه می باشد. امروز ما در وسایط اخبار عامه بین المللی تبلیغات بدنام کننده عاید اسلام را می‌یابیم. در روزنامه ها، مجله های بین المللی، پایگاه های پخش نوارها، شبکه های ماهواره‌ای و اینترنت تبلیغات بدنام کننده عاید اسلام است. و از همه کلمه زیاد نادرست فهمیده شده عاید اسلام این کلمه جهاد می باشد. آن نه تنها از طرف مسلمانان نادرست فهمیده شده است، بلکه به سبب مدیا از جانب غیر مسلمان ها هم غلط فهمیده شده است. امروز زیادی آدمان چه مسلمان یا غیر مسلمان آنها فکر میکنند که هر جنگی که از طرف مسلمانان با هر سبب با چه منفعت شخصی باشد، چه برای نام باشد، چه برای شهرت باشد، چه برای ننگ باشد، چه برای زمین باشد، چه جنگی که از طرف مسلمانان می شود جهاد نامیده شده است. جهاد معنای یگان جنگ از طرف یگان مسلمان برای یگان سبب را ندارد. جهاد از کلمه عربی جهاد گرفته شده معنای سعی و کوشش کردن را دارد. در متن اسلامی جهاد معنای سعی و کوشش و مبارزه بر ضد خواهشات بدی خود است. جهاد اینچنین معنای سعی و کوشش برای بهتر کردن جامعه را دارد. جهاد اینچنین معنای کوشش و مبارزه بر ضد ظلم است. جهاد اینچنین معنای کوشش و مبارزه برای حفظ خود است. پس جهاد اساساً معنای تلاش و مبارزه کردن را دارد. برای مثال اگر دانشجو سعی و کوشش کند تا اینکه امتحان ها را گذرد، با عربی تو جهاد کرده ایستاده میگوییم. پس جهاد معنای سعی و کوشش را دارد. امروز زیاد از شرقشناسان کلمه جهاد را همچون جنگ مقدس ترجمه میکنند. اگر شما کلمه جنگ مقدس را با عربی ترجمه کنید آن حرب مقدسه می شود و این کلمه در یگان جای قرآن و در یگان گفته های پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم نامده است. این کلمه جنگ مقدس اگر شما کمی به تاریخ نظر کنید بار اول از جانب صلیبی ها استفاده شده بود. وقتی صلیبی ها با زوری مجبور میکردند تا دین نصرانی را قبول کنید و متاسفانه امروز آن برای مسلمان ها و اسلام استفاده می شود.